سلام، بیاین با من بریم جلسه آشنایی هیپ هاپ. حقیقتا یه چند روزی است که دارم با بی‌انگیزگی دست و پنجه نرم میکنم. هی سعی میکنم خودم با کار مختلف مشغول کنم، جدا دارم تلاش میکنم خوشحال باشم. راستی توبان بودم، من از کرج دارم میرم تهران برای کلاسم و این جلسه آشناییمه. ما با چند تا سبک مختلف توی هیپ هاپ آشنا شدیم و از هر کدوم یه مقدار تمرین کردیم. ولی خب در نهایت متوجه شدم که من همون خود هیپ هاپو بیشتر دوست دارم و از همون شروع میکنم، حالا در نهایت سبکای دیگه هم توش اد میکنم. خیلی خوش گذشت، واقعا خوشحالم. بعدش هم خیلی خوشحال شده خندون. برگشتم سمت کرج، تو ترافیک گیر کردم، یکم خوندم. بالاخره بعد 1.5 ساعت رسیدم خونه و اینم ارونه، پسر قشنگم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین.